در زمینه اعلان گردیدن سال 2026 همچون سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در انستیتوت فیزیکایی و تکنیکی به نام سلطان عمروی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آزمایشگاه نو و زمانوی الکترونیکای کوانتی با اشتراک وسیع عالمان و محققان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. تأسیس آزمایشگاه الکترونیکای کوانتی قدمی مهم در سمت رشد علم‌های دقیق، گسترش تحقیقات بنیادی و عملی فیزیکی، اینچنین تحکیم اقتدار علمی تحقیقاتی کشور می باشد. سالهای پیش که چنین لابراتوار موجود نبود، ما اساساً با یاری اصولهای نظروی با کارهای علمی مشغول می‌شدیم که با واسطه اصولهای از این پس اکنون ما می‌توانیم که موادهای فونکسیونال رو به واسطه سینتز نماییم و خاصیت‌های آنها رو تحلیل نماییم. این زمان چنین شرایط در لابراتوار مهیا است از سینتز تا آموزش خاصیت‌های گوناگون آنها. آزمایشگاه الکترونیکای کوانتی با مقصد گذرانیدن تحقیقات بنیادی و عملی در ساحه موادهای فونکسیونالی پیشرفته تأسیس داده شده. سمت‌های اساسی فعالیت آزمایشگاه آموزش موادهای پروسکیتی، فوتوکاتالیزاتورها و فسفرها میباشند که امروز یکی از سمت‌های با سرعت رشد یابنده علم و تکنولوژی به حساب می‌روند. هدف تأسیس دادن این آزمایشگاه به سطح بلند رساندن کارهای علمی تحقیقاتی به حساب می رود. در اینجا اعصابایی که هستند مخصوص اعصاب آورده شدند که ما میتونیم که در محیطی که آزوتی مثال موادها رو سینتز کنیم. سبب در اون است که موادهایی که ما کار میکنیم در هوای کشو تیز سینتز میشوند و کارنوشان میشوند. با این محیطو تشکیل کردن ما میتونیم که موادهای لازمی رو سینتز کرده توانیم. فعالیت آزمایشگاه در رشد انرژتیکای آفتابی، اپتو الکترونیکا، سنسورهای معاصر، سیستم‌های روشنایی‌دهی و دستگاه‌های الکترونی نسل نو نقشی مهم دارد. زیرا در آن آموزش خاصیت‌های فیزیکی، شیمیایی، الکترونی و اپتیکی این موادها، تکمیل دادن اصولهای سینتزی آنها و ارزیابی امکانیت استفادهشان در تکنولوژی‌های معاصر تحقیقات برده می‌شود. پیش از تأسیس آزمایشگاه امکانیت‌های گذرانیدن کارهای علمی محدود بودند. قسم زیادی تجربه‌ها با تجهیزات عادی انجام داده می‌شدند و برای معاینه نمودن خصوصیت‌های موادها یا تحلیل نتیجه‌ها محققان مجبور بودند از معلومات‌های نظریوی استفاده برند یا نمونه‌ها را برای تحلیل به دیگر مرکزهای علمی فرستند. این روند وقتی زیاد را طلب می‌کرد، ارزش تحقیقات را بلند می‌برداشت و سرعت رشد کارهای علمی را کاهش می‌داد. تحقیقاتی که ما انجام می‌دادیم با واسطه اصولهای نظروی اساساً با یاری کامپیوترها گذرانده میشد و موادهایی که ما آموزش میکردیم از نقطه نظر عملی ما آنها رو تحقیق کرده نمیتوانستیم و نمیدونستیم که آیا همون موادی که ما از با یاری اصولهای نظروی آموزش کردیم از نقطه نظر عملی ما میتونیم به دست آوریم یا نه. اکنون پس از با استفاده دادن لابراتوری نو زمانوی ما میتوانیم که موادهایی که با یاری اصولهای نظروی آموزش کرده بودیم به طور عملی به دست آوریم و خاصیت‌های آنها را تحقیق نماییم. با تأسیس این آزمایشگاه و فراهم گردیدن شرایط معاصر اکنون امکانیت پیدا شد که سینتزی موادها، آماده سازی نمونه‌ها و قسم زیادی تحقیقات تجربوی در آنجا انجام داده شود. در برابر کارهای تجربوی آزمایشگاه به تحقیقات نظریوی نیز اهمیت مخصوص می‌دهد. برای آموزش ساختار الکترونی، خاصیت‌های اپتیکی و فیزیکی موادها از اصول‌های مدل‌سازی کامپیوتری و حساب‌براری‌های کوانتی استفاده برده می‌شوند.